به خاطر آوردن این نظام ما شما به ده ها سال قربانی دادیم. حریت سیاسی را با خون شهدا، با قربانی های مجاهدین و این ملت مجاهد، این حالت را به نصرت خداوند جل جلاله به میان آورده. نظام امارت اسلامی نظامی است که در این نظام همه ما شما الحمدلله یکسان هستیم. نظام تبعیضی نیست، نظامی نیست که در این نظام سمت شمال و سمت جنوب فرق داشته باشد. شما باور کنید ما زیاد میبینیم از سمت جنوب در سمت شمال پروژه های مترقی، پروژه های کلان اقتصادی زیادتر افتتاح میشه و روی کار است. اگر خدا نخواسته چنانچه دشمنان اسلام، دشمنان این سرزمین تبلیغات سو میکند در مقابل این نظام، اگر سخنان آنها حقیقت می داشت، پس چرا این پروژه های بزرگ در سمت جنوب آنقدر نیست به اندازه که در سمت شمال تحت کار است؟ این اثبات این داعیه هست که امارت اسلامی افغانستان نظام همه ما شماست.